سلام رفیق. این کارتی که تو دستاته یه کارت خیلی خیلی ویژه است. کارتی که قراره تو رو به یه سفر دور و دراز ببره. سفر به کشور بلژیک. بلژیک یه کشور کوچیک تو قلب اروپاست که به شکلات، وافل و البته موزه های فوق‌العاده‌اش معروفه. توی این کشور زیبا هر شهر و هر دیوارش داستانی داره که میتونه هر کسی رو مجذوب خودش کنه. از میدونهای قرون وسطایی گانت و بروژ گرفته تا جشنواره های رنگارنگ و پرزرق و برق بروکسل، بلژیک جاییه که هر کسی حداقل یه بار باید ببینه. حالا که درباره بلژیک صحبت کردم، بذار بگم چرا هازارد، ستاره فوتبال بلژیک، توی یه سری کارتای رویال با لباس سنتی و تاریخی بلژیک ظاهر شده. هازارد نه تنها به خاطر مهارت‌های فوتبالش، بلکه به خاطر ریشه‌های بلژیکیش شناخته شده است. ما تصمیم گرفتیم این ویژگی‌های منحصر به فرد رو در قالب کارت‌های رویال به تصویر بکشیم تا رفقای کیندی فوتبالی نه تنها با بازیکن، بلکه با فرهنگ، تاریخ کشور و ملیت اون بازیکن هم آشنا بشن. وقتشه یه کمی هم درباره تنتن صحبت کنیم. تنتن یکی از معروفترین شخصیت‌های کمیک بوکه که اولین بار توسط هرژه، نویسنده و کاریکاتوریست بلژیکی ساخته شد. تنتن یک خبرنگار جوان و ماجراجوه که کل دنیا رو برای کشف حقیقت و رازهای پنهونی زیر پا میذاره. کتاب‌های تنتن پر از ماجراهای هیجان انگیز و پر رمز و رازه که هر خواننده‌ای رو به دنیای جادویی رویا میبره. میخوای بدونی چرا تنتن نماد کشور بلژیک شده؟ خب تنتن نه تنها به خاطر داستانهای جذابش معروفه، بلکه به خاطر ارتباط عمیقش با فرهنگ و هنر بلژیک طرفدارهای زیادی داره و تبدیل شده به نمادی از کشور بلژیک. تنتن نه تنها تو بلژیک بلکه تو سراسر جهان به عنوان یک شخصیت فرهنگی شناخته شده و خیلی دوست داشتنیه. امیدوارم توضیحاتم بهت کمک کرده باشه تا بیشتر با فرهنگ کشور بلژیک و پشت صحنه کارت‌های رویال کیندی فوتبال آشنا بشی. هر کارت داستانی داره که فراتر از یک بازی ساده است.